سلام، من منصور مصطفی زاده‌ام و اومدم یه کتاب با مزه دیگه براتون بخونم. یه کتاب درباره یه موجود خیلی حال به همزن به اسم سوسک. میدونم خیلی دوستش دارین، خیلی دلتون میخواد کتابشو بشنوین، پس بریم با هم بخونیمش. موجودات حال به همزن. این کتاب سوسکه داره بهتون میگه سلام خیلی دوستتون داره. خوانندگان عزیزم، اجازه بفرمایید دوستم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب سوسک. منو میگه سلام. ما در این کتاب درباره گونه سوسک آمریکایی حرف میزنیم، اما گونه های دیگری از سوسک ها هم وجود دارن، مثل سوسک فلوریدایی یا سوسک آلمانی. شما میتونین داین صدام کنین. طول سوسک حدود 4 سانتی متره و به شکل بیضیه و تخت رنگش قهوه‌ای مایل به قرمزه، اما در جاهای دیگه دنیا گونه های دیگه با رنگ و شکل متفاوت هم وجود دارن. وقتا که برنامه تلویزیونی دعوتم لباس پلنگیمو میپوشم. آخه کی دعوتت میکنه برنامه تلویزیونی؟ سوسکو؟ سوسک شاخک هایی داره که تقریباً هم اندازه بدنش هستن. روی شکمش موهای ریزی داره، با اونها میتونه کوچکترین حرکت ها رو حس کنه. اون آرواره هایی داره که مثل دندان یا مخلوط کن عمل میکنن. با نمک نه اصلا، خیلی دردناک. یه بوس میگی. سوسک بوس میخواد. سوسک بال داره اما تقریباً هیچ وقت پرواز نمیکنه. الکی میگه پرواز میکنه. با این حال دونده سریعیه، میتونه 5 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. اون یکی از سریع ترین حشرات دنیاست. یک دو چی؟ این بالا؟ نه من تقلب نکردم، اینا تزیینیه. سوسک از نور متنفره. روزها خودش رو جایی مخفی میکنه و شبها بیرون میاد، هرچند وقتی گروه سوسکا پر جمعیت میشه کم کم روزها هم بیرون میان. اینک آفتابی میزنم کسی من نشناسه. سوسک از گرما خوشش میاد و از سرما بدش میاد. برای همین همیشه دنبال پناهگاه در خانه ها، غذاخوری ها و هتل هاست. من خدمات اتاق دوست دارم. درو خدا، هتل خوش میگذره؟ اذیت نشی. سوسک هم مثل ما همه چیز خاره، همه چیز میخوره. غذاهای گوشتی و چرب و بیشتر دوست داره. وقتی گرسنه باشه هر چیزی که دم دستش باشه میخوره. مو، صابون، حتی ناخن گرفته شده. یه چیز برگر، ناخن گرفته شده و یه پرتقال لطفاً. سوسک میتونه از لوله ها یا دیوار وارد خونه بشه. تازه میتونه خودش رو توی پلاستیک یا چمدون مخفی کنه و از ساختمونی به ساختمون دیگه بره. وقتی توی خونه میبینیمش یعنی از اقبال بعد این مسافر رو تصادفی به خونه آوردیم. همه سوار زد. سوار میشن برن خونه که بدبخت. آدم ها واقعا خوششون نمیاد جایی که زندگی میکنن سوسک هم باشه. جدی؟ منطقی هم هست، چون میتونه با خودش میکروب جابجا کنه. نه، ربطی به میکروب نداره، ما ازش میترسیم. همچنین باعث حساسیت میشه و همه چیزو میخوره و بوی بدی هم میده. ببخشید. مهمتر از همه اینه که سوسک خیلی سریع تولید مثل میکنه. یه سوسک ماده میتونه در زندگیش صدها بچه به دنیا بیاره. تخم سوسک ها در محفظه های شبیه کیف رشد میکنن. اسمشون کپسول تخمه. مادر کپسول ها رو در جای امنی که نزدیک غذا باشه میذاره. هی کی کپسولش رو ول کرده این وسط؟ از هر کپسول 16 بچه بیرون میاد. 24 ساعت بعد از تخم‌گذاری بچه سوسک شبیه سوسک بالغه، فقط بال نداره. چه به مامانشون رفتن. بله، ولی شاخکاشون شبیه بابا جونشونه. همه این همه. چی میگی؟ وقتی سوسک حسابی در مکانی جا بیفته
خلاص شدن از شرش سخت میشه. خیلی باهوشه و سریع یاد میگیره از تله آدم‌ها فرار کنه. تازه میتونه خودشو تو فضاهای کوچیکی مثل شکاف‌های کف مخفی کنه. معمولاً مردم از کسی که تخصص داره کمک میگیرن، یعنی نابودگر حشرات. واقعا این آدم ها فکر کردم ما احمقیم. سم زدن غذا رو گذاشتن براش بخوره. سوسک ها 300 میلیون سال پیش روی زمین پیداشون شد و به این زودی ها قصد ندارن ناپدید شن. پس دفعه بعد که یه سوسک دیدید احترام بگذارید. میشه بیام خونتون بخوابم؟ احترام بذارید، بگید بیاد. اینم بقیه حشرات حال به هم زنن. اینم که سوسکه داره میره سفر، شاید داره میاد خونه ما. دیدین سوسکا چقدر بامزه و خوشگل و مهربون و خوشبو بودن؟ نبودن؟ خب نبودن باشه، ولی بامزه که بودن. قبول دارین؟ بامزه بودن. آره آفرین. دفعه بعد که یه سوسکو توی دستشویی یا حموم دیدین بهش بگین سلام سوسکی، من کتابتو خوندم. خیلی خوشحال میشه، میاد سمتتون، شاید حتی بیاد بغلتون. بهتون خوش بگذره. خداحافظ.